فکر پیشرفت نیست. امیر میخواستم برای مردم بگم که کلیتان استفاده کنین، یک پلان داشته باشین. هیچ از کاری میکنن، خدا گفتن خدا را شکر این فایده نداره این کارا. در افغانستان هر کسی که بگوی کاملا تشکر، در افغانستان هر کسی که بگوی نه خدا را شکر، اما کلش در فکر گریختن هست. یعنی در اصل تو خدا را شکر نمی کنی. اگر می کنی همونجا بیشی معنیش است که عملا ما هیچ کدام ما شکرگزار خدا نیستیم. منتها امیر یاد گرفتیم نه شکر خدا، شکر خدا. چی را شکر خدا؟ دنیا را سعی کجا رسیده، ما در کجا زندگی میکنیم، چی داریم که شکر خدا، شکر خدا، شکر خدا. مردم دیگه که شکر خدا نمیکنن، در زمین خود کار میکنن، کله خود استفاده میکنن، دنیا را سعی کنین که در فضا رفتن. ما هنوز هم یک گندم کش نمیتونیم که اولاد ما از گشنگی نموره. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید.